هانتر پلاس محصول جدیدی از زامیاد رونمایی شد، محصولی که در سال 2019 معرفی شد و در سال 2023 یه فیس لیفتی روش انجام شد و نسخه نهایی که مشاهده می‌کنی قرار وارد بازار ایران بشه. یکی از مدرن‌ترین پیکاپ‌های حال حاضر بازار ایران هست و وقتی شما داخل کابین میشینی احساس یک ماشین کراس‌اوور یا SUV می‌کنی، نه یک پیکاپ. داخل کابین این خودرو دو صفحه نمایش 12.3 اینچی به هم پیوسته وجود داره، صندلی برقی با تهویه، فرمون دیکات، دکمه‌های فیزیکی هم فقط برای تهویه استفاده میشه. خبری از سانروف هم نیست. داخل موتور 2 لیتری توربوشارژ 226 حصه و 390 نیوتن متر گشتاور وجود داره. البته این نکته رو هم بگیم که این خودرو قابلیت آفرود شدن داره، حتی نسخه تجهیز شدهش هم توسط زامیات میتونید مشاهده بفرمایید. نکته که در مورد آفرودش بخوام بگم خدمتتون اینه که سیستم تعلیق عقبش مولتی لینک و سیستم تعلیق جلوش دو شاخه و از گیربکس ZF 8 دنده اتوماتیک استفاده میکنه.